اگر رشک واقعا از جهت دوستداری باشد به هر حال برداشت کردنش ممکن است. زن اگر خیانت نکند دیگر یعنی عیب های او را برداشت کردن ممکن است. مرد باید کمتر وسیع دل، یعنی دل های خود وسیع میگیرید، به بعضی کمبودی هاش صبر میکنید. لیکن به هر حال حیات خود بیهوده با رشک های بیهوده ویران و منغ چی نکنید، هم به خواهرها هم به برادر و دادرها. همین که یعنی رشکی نادرست، رشکی بیجا، رشکی که از حد و حدود میگذرد، این نادرست است. حضرت علی گفتند که غیرت النساء کفر، رشک زنها کفر است گفتند، و غیرت الرجال دین، اما رشک مردها این دین است گفتند. مرد باید رشک کند به جای اینکه زن رشک کند. و رشک زنها گاه به مادر و خواهر و به همسر دوم و همین چیزا میشد، بنابراین کفر گفتند، حلال حرام میکند. اما رشک مردها دین است، یعنی مردها باید از همسراتون با خبر شوید، بی پروایی، بی اهمیتی نکنید، باوری نکنید. یعنی به هر حال از پی آنها شوید که امروز زمانه خیلی مشکل است. کمی اگر بی اهمیت موندید، علال خصوص زن اگر در کشوری غریبی باشد یا در دیگر کشور باشد و در زیر نظارت خودتان نباشد، بی اهمیتی نکنید برادر عزیز.